املا سوال همین که مثلا در اینترنت در بسیار جاها میخوانیم مثلا قرآن یا بسم الله الرحمن الرحیم گوییم، تاجیکا مثلا روسی گپ میزدگی ها بسم الله میگوید، یا ما لا اله الا الله گوییم و همون لا اله الا الله میگوید. همین آی و در بسیار جاها همین وای شدگی جاش عوض شدگی گوییم یا چی گوییم. برای همین چیکار کنیم؟ یا مثلا سوره ناس قل اعوذ برب الناس گوییم و در تریتوری مثلا روزی گمزدگی ها باشد و قل اعوذ برب الناس ملیک الناس گفته میخواند. همینه. همینه اصلا چون از آن اونا درست است، ما خطا میخونیم. ناس نه، ناس میشه. قل اعوذ برب الناس. هیچ محل در حیاتشون پیامبر صلی الله علیه و یگان بار ناس نگفتیم. ناس نمیشد، ناس میشد. فقط آیه میکشید. آدم آمد دارد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم نه، بسم الله الرحمن الرحیم. روس ها نسبت ما خفه نشویم، اونا گراماتنی تر هستند. بنابراین اونا حتی همین زبان روس ها کدامیش نباشد، خواه تتر است، خواه اوناش است، خواه روس های تازه هست، زبانش به قرآن نمیخواند. یعنی شروع تلفظ کرده نمیتوند مثل تاجیک ها. زبان تاجیک ها میخواند، لیکن اونا درست میخوانند. قاری های ما درست میخوانند، لیکن مردم عوام میگن، مردم عوام خطا میخوانند. مردم عوام روس ها درست میخوانند، یعنی ناس، عالمین درست میخوانند. ما خطا میخوانیم. این خیلی نه که ما در تاجیکستان این خیلی خوانیم و در اونجا این خیلی خوانیم، یعنی نه، درستش از آن اونا هست. از آن اونا هم نیست. اونا یعنی الکی وقتی که میدونن که قرآن چه خیلی به زبان عربی خوانده می شود، اونا به همون مانند کرده میخوانن، کوشش میکنن. فهمیدید برادر؟